خب شنونده عزیز، امیدجان برهان در میمونی ما قرار دارند کمک دیرتر، ولی بر سوال دولی میگن که سببش چی بود. سلام علیکم امیدجان، خوب هستین؟ و علیکم سلام، رحمت شما است. بد نه. و گفتین که شب تو دیرگاه کدام یک یا دوامی همین کلیپ با نوار گرفتین یا چی شد که دیرتر اومد؟ ما در صفحه دره در نویای ورزاب قرار داشتیم، قسم دوم کلیپ رو ثبت کرده ایستاده بودیم. خطا نکنم ما ساعت 4 سحر یا اینکه 5 سحر به دوشنبه برگشتیم و راستی خواب دموندیم با بازرگانی شهر تنبه شوی بود. از همین حساب نتوانستیم. تشکر میگم برای شما. بیاید کمک برای شنوندگان رادیو از پلوس درباره خودتون صحبت کنید. کوتاه تا شما رو بیشتر شناسن. البته بعد این کلیپ که زیاده از 2 میلیون مراتب اون که مردم تماشا کردن، خب درباره شما معلومات دارن، میدونن که مثلا آوازخوان هستین چین، ولی خودتون کمک پراتر صحبت کنید درباره خودتون. من امید زیایف، اساساً فامیلی من زیایف است. تکایسون جان سال تولد 2000 راستی درباره این سرود اگر کمی معلومات دهیم، پیش از پیشکش کردن به مردم این سرود رو راستی در دل یک ترس داشتم، نمیدونم دو دله بودم این سرود رو برارم نبرارم، پیشکش کنیم پیشکش نکنیم. اما بعد که پیشکش کردیم فکر میکنم بسیار خوب قبول کردن از طرف مردم. از همین سبب قسم دومش رو ثبت کردیم. خب این ایده کی بود امید جان؟ خودی همین با این طرزی بسیار تئاتری کنونیده شدن، نشون دادن و جلب کردن هنرمندان کسبی و هنرمندان مردمی و راستی ایده سرود رو ما همراه برادرم همچنین دولت کردیم. کلیپ باشد، سناریو ایدهش باشد از غالب موسویف، غالب شو. غالب شما دوستی داشتین یا که این اولین کاری شما است؟ بله ما دوستی داشتیم، اما در همکاری اولینمون است، اما دوستی داشتیم. خب شما ختم کرده دانشگاه فرهنگ و صنعت هستین؟ نه، من ختم کرده دانشگاه اسلوونیا، روسیه و تاجیکستان. اختصاصی حقوق شناس. بله. و واقعا چه خیلی شد که با هنرمندی بسیار توجه کردین، کسب عوض کردین؟ درستی من از خوردی در چهاربینی‌های مکتبی، در چهاربینی‌های دانشگاه برآمد میکردم. نمیدونم به من همین رویه صنعت گویم بدیل نزدیکتر است، از همین حساب این راه رو انتخاب کردم. و در مورد حقوق‌شناسی بعد فکر نمیکنین؟ بسیاری آرزو دارن که حقوق‌شناس شوند، اما شما اون رو با صنعت عوض میکنین. نه من عوض نکردم، معلومات عالی دارم، میتوانم باز اگر یک در رفت زندگی گویم ضرور شود. بله ضرور شود، میتوانم. از کجا است همین محبت صنعت و هنر و مخصوصا هنر سرودهایی که سالهای مثلا آخرای 80 اولای 90 سروده شدن، از کجا پیدا شده میشه؟ در همین زمانی حاضر به نزدیکی همین چیز به قول میگویند مد شد سرودهای رترو رو سرویدن. من فکر کردم که از دولت خودمون، از بین هنرمندان خودمون یگان نفر سرودهای رترو نسرویدن. برای همین من یک ایده ساختیم که بیایید یک سرودی رترو کنیم. نه من میدونم که چند هنرمند از میان هنرمندان زن این کار انجام دادن، ولی در این شکلی که شما انجام دادید در این شکل نبود. اونا بعضی سرودها را خوندن و ببینین بسیاری ها مثلا سرودهای سالهای پیش میخونن و نمیگویند که از کی است. بله. و خودی محبت شما با مؤلف اساسی همین سرود از کجا پیدا شد؟ من سرودهای استاد رو هنوز در وقت مکتب رستم قاسم، بله سرودهای رستم قاسم هنوز در وقت مکتب خانی گوش میکردم. اون دوره ها دیسکو بودن. بله از دیسکو رو خریده، سرودها رو در کامپیوتر کپی کرده در اونجا گوش میکردیم، با تلفن ها میگذراندیم. و از اون وقت محبت پیدا شد. و سری دوم اگر مخفی نباشد ای درباره کدام سرود است؟
اینش هم سرودی استاد رستم خاسیم است. خوب این چی سرود؟ سرودی زلفات شانه کردی مرا دیوانه کردی. سرود فکر میکنم اینش هم بسیار خوب قبول میکنن. بیاید یک پاره‌اش برای ما اجرا کنین. زنده میتونین؟ کوتاه. بله باشد. ما از ثبت دینه راستی وقتی با مسافه کار میکنی آوازها بله آوازها خسته میشن. بله وقتی که با مسافه کار میکنی. خب باشد سرود این گونه است. زلفات شانه کردی مرا دیوانه کردی دلی من مرغکی تیری جفا خورده ای من. سرود این گونه است. خوب بهترین صدا خسته است. خوب امید جان نزدیکانی رستم خاسیم چقدر قبول کردن اون چیزی که مثلا شما انجام دادین؟ زیرا که من میدونم که ما بعضی گروه سراینده‌ای داریم که وقتی که سرودهای نزدیکانی اونو رو اجرا میکنی اونو خفه میشون نمیخوان قدر معقولشون نیست. نزدیکانی استاد رستم چقدر قبول کردن؟ راستی گپ من وقتی این سرود رو سراییدم فکر کردم که چقدر که شما گفتید خوب قبول نمیکنن، اما دختری استاد شادرام رستم خاسیم شهنازه رستم در اینستاگرام من نوشتن. من وقتی که گلاسوای روی میکنن وقتی که اودیو روی میکنن من گویم با یک ترس با اون اسمس در اومدم چون که نمیدونستم چی میگویم. بله نمیدونستم. وقتی که گوش کردم بسیار تعریف کردن بسیار توصیف کردن. راستی چخیلی که با لهجه چی میگوین قوت گوش گرفتم. بهترین واقعا این چیز شما را تحریک داد واقعا. خب من فکر کردم که میدونم جون چی میگین شما، ولی فکر کردم میگید که اس ام اس کشیدم و اونجا نوشته شده بود که 20% درآمدی که از این سرود به دست میاد از آن من. نه ولی خیلی نگفتن. نه خوب فکر میکنم که بعد همین صحبتی ما شاید میگن با فکرم. من نظر خودتون چی است وابسته با دایره های هنری؟ ما هنرمندی خیلی زیاد داریم و ژانرهای گوناگون سمت‌های گوناگون. خودتون به کدام سمت بیشتر توجه دارین؟ زیرا که من چند سرود دیگری شما رو هم شنیدم و اساسا اکنون از روی همین سرود از روی بازخوانی سرودها که شناخته شدین در تویی‌ها هم دیدم که اینا بسیار فرمایش میدین درخواست میکنن. بسیار درخواست میکنن. اسلوبی که خودتون میخواهید سرود خوانید و سمت شما است و با شما معقول است این کدام است؟ راستی قریبا ما سرودهای من در ژانر خلقی است و باز ژانر استرادی نیز میخونم و نگفتنم اونم که به نزدیکی کنسرت زنده داریم در آنجا با 4 زبان سرود است. شما خودتون میخونید؟ بله با 4 زبان سرود میخونیم و سرودهای زنده است. در ژانر استراد هم است، در ژانر خلقی و باز در ژانر رترو یک بلاک علاوه است. بله. خب غیر از این سرودی مثلا سرودی که شما سرودین، غیر از این باز سرودی نوکک انجام دادین، باز سرودی فیض‌آباد شمالات، با کدام سرودهای دیگر شما بازخوانی کردین؟ بله شما از کجا میدونید که این سرود رو ما بازخوانی کردیم؟ ما درباره شما بله ما درباره شما معلومات خیلی زیاد هنوز این سرود نبرآمده است. ما دیروز ثبت کلیپش رو انجام رسوندیم. ولی در گروه شما بعضی نفرانی هستند که اونها طاقت کردن نمیتونن و در حال همین سیروی صنعت فاش میکنن به قولی. خب خب فکر میکنم که این سرودایی هستند که مردم اونها را بسیار گوش میکرد، مردم اونها را دوست میداشت و بازخوانی اونها باز شما کوشش میکنید که به همون واریانت اوریجینال نزدیک بخونید. بله. و این چیز بسیار مهم است و فکر میکنم که خاطره‌های بسیار شیرین بیدار میکند، مخصوصا نسل از ما کلانتر که ما با همین سرودها بزرگ شدیم. برای ما این یک چیزی بسیار به دلمون نزدیک است واقعا. اگر 1000 مثلا هنرمند 1000 سرودی نو ایجاد کند این چیزا میدونید یک کیفیتی دیگر دارن که فکر میکنم ناگفتنی است. خوب امید جان بیاید سری موضوع خوبمان دعوتی هنرمندا صحبت کنیم. وقتی که از هنرمندای کسبی دعوت به عمل آوردین اونا چقدر قبول کردن این ایده را؟ سناریو شما را خوندن یا شما خودتون با اونا صحبت کردن یا پرودوسر یا بچهای دیگر؟ نه راستی من پرودوسر ندارم، من همه کارم رو خودم پیشبری میکنم. وقتی که به نزد استاد اصلانشور رحمت الله رفتیم اون کس
چند بود روی صحنه نبودن، خدا چه خیلی که خودشون گفتن. راستی سناریو رو نقل نکرده، اون که از دودیلا بودن که اشتراک کنم در کلیپی اینکه بعدا گفتم استاد اگر ممکن باشد یک بار با ماشین نشسته سرود رو گوش کنید ممکن باشه مو پسنده. نمی هنگامی که سرود آغاز شد تقریبا در یک 40 ثانیه اول اون که از رازیگی خود رو دادن گفتن که من اشتراک میکنم استاد خانمراد نیست همین خیلی از روی سرود رو که گوش کردن خیلی که شما گفتید با یک دوره‌های خوبی گذشته. بله با یک دوره‌های خوبی گذشته آنها رو بردن، آنها رازیگی خود رو دادن، گفتن ما اشتراک میکنیم. خوب امید جان، یک شنونده ما در مورد زندگی خودتون پرسیده است که من چی زندگی دارین، در کجا زندگی میکنین، غیر از آوازخوانی با چه کارهای دیگه مشغول هستین؟ غیر از آوازخوانی با هیچ کاری مشغول نیستم. در نویه رودکی زندگی میکنیم. در نویه رودکی زندگی میکنیم همراه پدر و مادر. خب در مورد ایده های دیگر، سمت های دیگر، مثلا نقشه های دیگر چی میگن؟ از این قالب شما بیرون رفتنی هستین یا که همین اسلوب بازی ادامه دادنی هستین؟ زیرا که ما میدونیم که مثلا در بعضی کشورهای دیگر از اون جمله در ازبکستان بعضی هنرمندان هستند که فقط در زمینه سرودهای رترو یعنی اجرا میکنن. شما چی نقشه دارین؟ راستی اکنون این رویه رو پیش بردن از مخلصان و از مردم وابستگی میکند. اگر بینیم که با آنها به قول میگویند اینترس نشده ایستاده است میتوانیم که ژانر رو حلش کنیم. اما در نقشه حاضره ما همین است. ما در نقشه داشتیم که ثبت دویم رو با انجام رسونیم، پیشکش مردم گردونیم و بعد نقشه اساسی ما کنسرت بود. کنسرت. و این برنامه کنسرتی رو خودتون تشکیل میکنید یا که نه، همراه اکای غالب، همراه منوچهر دولت، همراه دوستانی که همیشه در بر من هستن با من یک موتیواسیون الهی میباشن. موتیواسیون آنها هم قدر است که ات تنبلی تو کار نمیکنی، همین قدر به من موتیواسیون میبخشن. و طبیعی است که ببینین سرجم کردن این گروه مردم و این چیزو کمک خراجات هم دارد و ولی در حالی که مثلا از یوتیوب هیچی درآمد یافتن ممکن نیست. خب این ثبت کردن همین چیزو دشوار نیست از نگاه مالیوی؟ دشوار است، راستی دشواری کشیدیم، اما من فکر میکنم من با یک سناریستی بسیار خوب کار کرده ایستادم، چون که در آخر وقتی که با من بسیار دشوار شد گویم پول ها تمام شد، آن کس از کیسه خودش برآورده به همه تقسیم کردن. یعنی بله به من گویم که یک کمک دیگر رسانیدن. بهترین و من در صنعت در این سمت فکر میکنم که اولتر از همه کمک باید خراجات باشد برای نگهداری، برای ثبت کردن، برای دکوراسیون لباس، برای هر چیزی که در این کلیپ استفاده شده. فکر میکنم که نفری که در دایره همین چیز هست خودش میدوند که چقدر خراجات دارد، تشویش زیاد دارد و فکر میکنم که اونایی که از ایجاد دور هستن این چیزا را شاید که فکر میکنن بسیار ساده است. و من هستن نفرانی که از همین اسلوب شما راضی نیستن، از میان دوستان، خانواده، کسی که میگن این نه چیز در کار نیست، کونه است. هستن همین نفران؟ نه راستی گپ در کامنتر یک چند کامنتر رو خوندم، اما از نزدیکان، از رفیقان باز در بیرون مردم میبینن بسیار خوب قبول کردن این سرود رو، بسیار خوب. خودی رسومی لباس هم اینجا بسیار خوب کار کرد یا خودتون همه اینو کار انجام دادید؟ نه لباس ها رو ما خودمون در همین کلیپ چند لباسی که هست لباس های سال پیش ما هم اینها رو یافته خریداری کردگی ما که و اینا رو شما نگاه دارین برای یگام مسترخانه برای اینکه یا همشون کجان اوتیوب کرده در چی کشو کرده برای اینکه این چیزی بسیار مهم است. و نظر استادان چه است از استادان دیگری صنعت با کیا همکاری دارین، دوستی دارین و نظر اونا رو شما شنیدین چی گفتن درباره آغاز فعالیت شما؟ راستی من در فیسبوک خوندم اونجا چند استاد ها بسیار بهای خوب دادن، بسیار خوب قبول کردن. باز تکرار هم شود فکر میکنم این از همون سببش در همین است که
суруд онҳоро боз бар ҳамун давраи ҷавониашон бурда расонида. аз ҳамин сабаб зиёд хуб қабул кардан, ба ман боз равона мекарданд ки ин устод ин гуна суханҳои хуб навистанд. ва шумо дар самти пайдо кардани ҳамин гуна сурудҳое ки солҳои пеш бисёр машҳур буд, аз кӣ кӯмак мепурсед? ё худатон мекӯбед ё касе баротон кӯмак мекунад? бале, мо ҳамаи корро дар якҷоягӣ мекунем. акаи Субҳонҷон суруде ки пешкаш кардем, чашмони сиёҳ миҷгони дароз, ин сурудро мо ҳамроҳи дӯстам Неъматулло Саидов ҳангоме ки сафар доштем ба шаҳри Бохтар, дар роҳ ҳамин суруд ҳамахел замзама карда рафта истода будем. баъдан ман телефонро гирён кардам, гуфтам ҳамин сурудро як бори дигар бихон. дар телефон сабт кардам. баъдан бо ҳамроҳи Аҳалдин Ҳакимов танзими мусиқиашро ба анҷом расондем. خب من میدونم که مثلا در هر ناحیه همین گونه نقطه‌های ثبت آواز بود و ولی هم بعضی‌هایی هستند که همین کاست‌های سال‌های پیش دارند و امیدوارم که همینا میتونن که بهترین واریانت اگر شما در فیسبوک یا در صفحه خودتون همین چیزا نویسین که مثلا کدام سرود اجرا کنیم نمونه‌اش برای ما پرتوین، فکر میکنم مردم خیلی دارن. مثلا من یک نفر میدونم که همین کاست‌های سال‌های پیش همش قریب که دارن از هنرمندای ما و برای اینکه در وقتش خودش در همین کوچه‌ها اگر یادتون باشد شما ممکن جوان‌تر بودین، در کوچه‌های دوشنبه هم همین گونه نقطه‌های فروشی دیسکو و کاست‌ها بودن. بله میگذاشتن و اونا قریب که همه سرودها رو از یاد میدونستن و اینا میتونن برای شما بسیار کمک کنن، سرودهای بهترین براتون پیشنهاد کنن. خب من برای شما موفقیت آرزو میکنم و امیدوار هستم که در این سمت البته شما موفق میشن. در مورد بازم اختصاص دوم که از هنر و صنعت و فرهنگ باشد فکر ندارین ولی حاضر نه ممکن دیرتر بله فکر میکنید که در کار است داشتن تخصصی آوازخوانی یعنی اختصاص گرفتن در دانشگاه از روی بله مهم است؟ بله برای خیلی که میگوین با قول پاستانوفکا گولوسا وقتی که با طور پروفسیونالی از خود میکنی علاقه بسیار فرق کننده است در بین دیگر. بهترین. خوب شنونده عزیز امیدجان برهان در مهمانی ما بودند و گفتند که تو 4 صبح کلیپی دیگر را به نوار گرفتن. زیاد شما را خسته نمیکنیم، برای شما موفقیت آرزو میکنم و امیدوارم که صحبت اولین و آخرین مون نیست در آسیا پلاس و ما همیشه شما را انتظار هستیم با سرودهای نو و من فکر میکنم که از این صحبت هم شنونده ما لذت بردن. برای کار برای شما و گروهی که یک جای با شما کار میکنین، اگر کدام یک گفتنی دیگه برای مخلصاتون داشته باشید مرحمت. بله برای مخلصان گفتنی هم که اولا هر کجای باشید تنصیحت باشید، سلامت باشید. بعدا سرودهای ما رو انتظار باشید. به نزدیکی کلیپی نو دوم قسمی سرود چشمان سیاه رو پیشکش شما میگردونیم. امیدوارم که به همه شما پسند میاد. خوب زنده باشین. تشکر میگم شنونده عزیز، صحبت ما با امیدجانی برهان اینجا انجام می‌یابد. موفقیت و برار و برکت برای شما آرزو میکنیم. یک جای با این صحبت شو برنامه امکانم برای امروز انجام می‌یابد. سبحان جلیلوف بودم. تا صحبت دیگر، خدا نگهبان.